سر کار بودم که این پیام برام اومد. تصمیم گرفتم که امسال برخلاف سالهای قبل روز مادر پیش مادرم باشم. مرخصیمو هماهنگ کردم، کارامو انجام دادم تا امشب که از اینجا حرکت کنم و برم سمت شهرستان. ماشینو روشن کردم، رفتم سمت پمپ بنزین. اینجا بنزین زدم و شکم آقا رو پر کردم. چه استعال خوبی داره که قرار امسال بعد از سالها روز مادر کنار مادرم باشم. اولین دکه‌ای که دیدم واسطادم تا یه قهوه بزنم. آقا ته خوابیده بود. بیدارش کردم. یه اسپرسو برای ما زد و حرکت کرد. همیشه رانندگی توی شبو بیشتر دوست داشتم. به خاطر همین شبو انتخاب کردم. رسیدم به سرخه. چون اعتقادی به غذای بین راهی نداشتم، شیرکیکم گرفتم و حساب کردم و رفتم سمت سرویس پزشکی. فقط من اینو نفهمیدم. اگه میشه شما اینو بهم بگید چیه؟ خلاصه من دوباره حرکت کردم. طلوع آفتاب سمنان بودم. بعد از چند ساعت رانندگی حوصله‌ام سر رفت. منم این چالش رو رفتم. از میامی، کارخونه آلومینیوم و کلی جا رد شدم و رسیدم به اسفراین. 700 کیلومتر راه اومدم تا درو واکن. بابت تمام این سالها که کنارت نبودم ازت معذرت میخوام مامان قشنگ. امیدوارم سایت همیشه بالا سر اون باشه، سالم و سلامت باشه. خیلی دوستت دارم.